mana? Pramoje Firapsas. عمری عینی از برای خلق ظرفی خامه شد. حق ما را دفتری عینی شهادت نامه شد. سرزمینی ما خود از آثار او سر می شود. این زمین با او به دنیای برابر می شود. سلام علیکم مردم و هموطنان عزیز، مایان خوانندگان مکتب میانه رقم 18 به این تدبیر زیاد از اشتراک کردن ما خیلی سرفرازیم. چرا از این گلستان گل نچینه؟ چرا در کنج بیکاری نشینه؟ چه خوش گفته از یک دانه اسرار، به گفتار کش او گوش میدار. ز بیکاران خدا بیزار باشد، به اهل همه کار ایزد یار باشد. بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خوار گردد. ای قوت جسم و قوت جانم، آسایش جان ناتوانم. بشنو ز من این خجسته گفتار، مفروش زمین خویش زنهار. مفروش زمین که گوهر است این، گوهر چه شقیقه مادر است این. چون مادری مهربان جانی، پرورده تو را به مهربانی. کس مادری مهربان فروشد، ابله باشد که آن فروشد. این خاکی سیاه با این سیاهی، بخشد به تو نعمتی الهی. مفروش زمین که خار گردید، بی روزی و بی قرار گردید. راز دل می گفتم ار یک مرهمی می داشتم، شکوه ها می کردم از غم همدمی می داشتم. در شب هجران نمی شد زخم دل ریشی روان، گر ز وصل یک پری رو مرهمی می داشتم. دوستان، فاجعه سخت بیامد به سرم، رفت از این فاجعه روح از تن و نور از بصرم. جگرم آب شد و ریخت ز دو چشم ترم، جگرم وا جگرم وا جگرم وا جگرم. صدرالدین عینی از برای آنکه برای علم و شعر شوق زیاد داشت، در 12 سالگی به بخارا می آید. از سبب آنکه نسبت به خواندن شوق و هوس او زیاد بود، به مانگی های روزگار و آموزش برداشت کرده به سال 1908 آن مدرسه را ختم میکند. بیایید ای رفیقان درس خوانیم، و بیکاری و نادانی نمانیم. و دنیا هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خوار گردد. دیگر شنن آمدی کی؟ فرسیمو چیکار کنه دینا؟ سحرگاهان کی بلبل در نوا شد؟ سحرگاهان کی بلبل در نوا شد. گل از شادی میان گل از شادی هیچی نه. شما نزدیکتری ستون تمام سیگارشون گیرم. پس موضوع شما اینجا بیبی اینا رو